دوستای گلم سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. آقا جلسه اول ما چیکار کردیم؟ جلسه قبل اومدیم در مورد افعال تو بی صحبت کردیم و این ستای اول رو ما توضیحاتش رو به شما دادیم. امو گفتیم، ایزو گفتیم بهتون، آرم گفتیم، ولی واز و ور موند. گذاشتیم این جلسه بهتون بگیم که ویدیو خیلی طولانی نشه. خب واز و ور برای گذشته است. موقعی که میخوای بگی بودم، بود، بودید، بودند، موقعی که اینا اینجور کلمات رو خواستید به کار ببرید، خب از بازم افعال تو بی استفاده میکنیم که واز و ور هستش. خب براتون مثال آوردم. I, he, she, it، اینا همگی با هم دیگه، اینا با واز میاد. You, we, they با were میاد. تمام. سریع جمله میسازیم. I was at home. I چی میشه؟ من. was بودم در خانه. من خانه بودم. I was at home. He was happy. او خوشحال بود. او خوشحال بود. They were at school. آنها مدرسه بودند. اینا رو من براتون بنویسم. میدونم بلدیده ولی خب ما گفتیم همه رو میگیم. البته یه بار نوشتم، اینجا هم براتون بنویسم. خب هیرم که گفته بودیم ولی خب اوکی. تمام. خب بچه ها یه بار دیگه براتون میگم. I, he, she, it اگر فاعلای ما اینا بودند، اینا فاعلن دیگه، درسته؟ فاعل. اینا هم همینطور. اگر فاعل ما I, he, she, it اصلا I نبود، بود علی، امیر، اس بود. خب هی که میشه اوی مذکر، اوی مؤنث، ایت هم که هستش برای اشیا استفاده میشه بچه ها. I, he, she, it با was میاد. You, were, they با were میاد. همین تموم شد و رفت. مثال هم که براتون خوندم. I was at home. He was happy. They were at school. من خانه بودم. او خوشحال بود. آنها مدرسه بودند. 2 تا تمرین براتون آوردم. 2 تا تمرین خیلی خوشگل که خیلی استراحت نکنید و زیاد بهتون خوش نگذره. بچه ها تو کامنت ها برای من بنویسید ما دیروز در پارک بودیم. من دیروز خسته بودم. یکی کم بنویسید اوکیه. فقط خسته میشه tired. دیروزو که میدونید yesterday. پارک هم که پارک دیگه، چیز خاص دیگه ای نمیمونه. امیدوارم که لذت برده باشید و امیدوارم که کامل استفاده لازم رو برده باشید و خودتون بتونید با یه کوچولو فکر کردن چندین جمله مثال بزنید که مطلب خیلی خوب و عالی براتون جا بیفته. موفق و پیروز باشید.